بارون آرومی روی شیشه های کاخ الیزه میخورد. پاریس اون شب عجیب ساکت بود. انگار شهر خودش هم منتظر اتفاقی بود که هنوز هیچ کس ازش خبر نداشت. امانوئل مکرون پشت میز کارش نشسته بود. چراغ اتاق نیمه خاموش بود و فقط نور صفحه موبایل صورتش رو روشن میکرد. چند ثانیه مکث کرد. بعد دوباره صفحه مسیجاش رو باز کرد. پیام آخر گلشیفته فرحانی: بعضی جنگ ها رو حتی اگر ببری باز هم چیزی رو از دست میدی. مکرون نفس عمیقی کشید. بیرون صدای آژیر پلیس از خیابون‌های خیس پاریس رد شد. چند ماه بود که رسانه‌ها درباره فشارهای سیاسی روی فرانسه حرف می‌زدند. اعتراضات، جنگ‌ها، تنش‌های بین‌المللی. اما پشت درهای بسته الیزه داستان دیگری جریان داشت. داستانی که هنوز کسی کامل نمی‌دونست. میگفتند گفتگوهای مکرون و گلشیفته اول فقط درباره هنر و سیاست بوده، درباره مهاجرت، سینما، جنگ و آدمهایی که وسط بحرانها گیر افتادن. ولی کم کم پیامها شخصی تر شد. نه عاشقانه به اون شکلی که روزنامه ها تیتر میزدن، بلکه صمیمی، بیش از حد صمیمی. شبی که همه چیز به هم ریخت قرار بود فقط یک سفر سیاسی عادی باشه. هواپیمای ریاست جمهوری آماده پرواز بود و خبرنگارا پایین پلا منتظر عکس همیشگی بودن. اما داخل هواپیما فضا سرد بود. بریژیت مکرون چیزی دیده بود. شاید فقط یک پیام، شاید یک اسم، شاید جمله‌ای که نباید میدید. عزیزم، به نظرم بسیار زیبا هستی، گلشیفته جونم. همین جمله کافی بود تا سکوت سنگین هواپیما بشکند. چند دقیقه بعد وقتی دوربین ها از دور حرکت نامعمولی ثبت کردند، هیچ کس دقیق نفهمید داخل هواپیما چه گذشته. فقط شایعه ها شروع شدند، شایعه هایی که مثل آتش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. کاخ الیزه سریع واکنش نشون داد. اون فقط یک لحظه صمیمانه بین زن و شوهر بوده و دیگر هیچ. ولی رسانه ها آروم نشدند. یک خبرنگار فرانسوی در کتاب تازه‌اش ادعا کرد داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرف هاست. او گفت رابطه ای افلاطونی بین رئیس جمهور فرانسه و بازیگر ایرانی وجود داشته. رابطه ای پر از گفتگوهای طولانی شبانه، بحث‌های سیاسی و پیام‌هایی که مرز دوستی عادی را رد کرده بودند. زن داری؟ نه بابا، زنمون کجا بود؟ نامزد داری؟ رفتم سربازی برگشتم حامله بود. پس چی داری؟ هیچی جز یه ننه و یه خونه گرایی. آن شب در آپارتمانی تاریک در پاریس، گلشیفته پشت پنجره ایستاده بود و نور شهر را نگاه می‌کرد. موبایلش مدام زنگ می‌خورد. خبرنگارها، دوستان، آدم‌های ناشناس، اما او جواب نمی‌داد. فقط به یک جمله فکر می‌کرد: گاهی نزدیک شدن به آدم‌های قدرتمند خطرناکتر از دشمنی با آنهاست. صبح فردا اینترنت منفجر شد. بعضی‌ها گفتند همه چیز دروغ رسانه‌ای است. بعضی‌ها گفتند اسناد بیشتری وجود دارد. بعضی‌ها حتی داستان را به تصمیم‌های سیاسی فرانسه ربط دادند. اما حقیقت هیچ کس دقیق نمی‌دانست و شاید همین ناشناخته بودن داستان را ترسناکتر می‌کرد. چون در دنیای سیاست گاهی یک پیام ساده می‌تواند از یک بمب هم خطرناکتر باشد. ولی خودمونیم ما، کبوتر با کبوتر، چپ با چپ. فقط یه چیزی رو یادت نره. ببین گلشیفته از علی سنتوری رسید به رئیس جمهور فرانسه. پس هیچ وقت از رویاهاتون دست نکشید که غیر ممکنی وجود نداره.